سلام دوستای گلم، خوش اومدیم به چنل من. امروز قراره با هم دیگه بریم یه عدسی خوشمزه برای فصل زمستون و پاییز با هم دیگه درست کنیم. این کلیپ هم مخصوص کسایی که مریضی دارن، مخصوصا سرماخوردگی و گلو درد و از این حرفا. خیلی مقویه، خیلی خوشمزه هم هست. بریم با هم دیگه درستش کنیم. خب میریم سراغ عدسی که نیم ساعت قبل داخل آب خیس شده. یه قابلمه میاریم، عدسامون رو میریزیم داخلش. حالا آبم بهش اضافه میکنیم. عدسمون بدون نمک کلا خالی با آب بره بجوشه. بعد میریم سراغ 2 سیب زمینی. من از قبل شستم، گل و خاک اینا روش نیست، تر تمیزه. شما هم اگه خواستین میتونین پوستشو بگیرید، من که پوستشو نمیگیرم. اینم بهتون بگم که این غذا 100% پیشنهاد من اینه که توی تقریبا یه هفته یه بار مصرف شد. خیلی مقویه. اول خلالی میکنیم سیب زمینی رو، بعد از وسط میزنیم نصف میکنیم. میذاریم این ور. البته اگه هم خواستین میتونین آبکش کنیم، بشورین اینو که نشاسته زیاد داخل غذا نریز. میریم سراغ یه دونه پیاز متوسط. بالا بیشترم بود سلیقه خودتونه، ولی کوچیک نباشه. مزه غذا به همین اندازه پیاز خیلی بستگی داره. پیازمون هم که خرد کردیم میذاریم داخل یه ظرف. من 4 تا حبه سیر رو بردم خودم، ولی پیشنهاد من اینه که بیشترم بود چه خوبتر. از وسط که نصف کردی اینو همینجوری میریزی داخل غذا. روغن رو میریزیم داخلش. نمک میزنیم به سیب زمینی هم. بعد میره که درش رو ببندیم و یکم بخار پس شد. پیاز رو بهش اضافه میکنیم. رسید به مرحله اضافه کردن سیر. حتما باید آخرین مرحله باشه، چون سیبمون زود میسوزه. حالا عدس هایی که در حال جوشیدن هستن، سیب زمینی و پیاز رو بهش اضافه میکنم. حالا میرسیم به مرحله اضافه کردن ادویه ها. زردچوبه، پاپریکا، من تندی زیاد دوست دارم، فلفل سیاه، یک هم آویشم برای عطر و بو. زیاد نریزین که تلخ میکنه. این نمک رودخونه ایه. اگه کلیپ های قبلی و بعدی من رو نگاه کنین حتما میبینین که من کلا توی همه غذاهایی که درست میکنم نمک رودخونه ای که خیلی طبیعی و خوشمزه است استفاده میکنم. سعی کنین شما هم از این نمک استفاده بکنین، خیلی مزه خوبی به غذا میده. به جای اون نمک های مصنوعی بسته‌ای از این نمک رودخونه ای استفاده بکنین.
میرسیم به مرحله ترش کردن عدسیمون. آبغوره به مقدار لازم، من یکم میریزم که زیاد ترش نشه. آب لیمو اونم یکم میریزم که زیاد مزه ترشی نگیره. رشته سوپیمون رو اضافه میکنیم. زیاد نریزیم که عدسی رو زیاد چیز میکنه، کم آب میشه، مزه خودش رو از دست میده. درشو میذاریم روی شعله بسیار کم که آروم آروم عدسیمون درست شه. عدسیمون هم آماده است، بریم بریزیم داخل ظرف. به به، عجب عدسی شد. عدسی به این میگن. نوش جان.